اول فرزند اسحاق که پیامبر بود کی بود؟ فرزند اسحاق حضرت یعقوب علیه السلام. ماشاءالله، حضرت یعقوب علیه السلام فرزند اسحاق که پیامبر بود. ماشاءالله. یک سوال شما درست پاسخ دادین. سوال بعدی رو مستان پرسان میکنیم. اگر درست پاسخ بدین شما برنده یک سیت موبایل از طرف برنامه باهلال و شرکت همراه موبایل. سلامت باشه، ما در خدمت. بسیار خوب. سوال بعدی، کدام پیامبر خواب دید که ستارگان برش سجده میکنن؟ کدام پیامبر؟ حضرت یوسف علیه السلام. ماشاءالله، حضرت یوسف علیه السلام وقتی که خواب دید و خوابش را به پدرش بازگو کرد، پدرش برش گفت که این خوابت بر کسی نگیری. ماشاءالله ماشاءالله، احسنت. شما برنده یک سیت موبایل از طرف برنامه باهلال و شرکت همراه موبایل شدین. این توفیقتان. سلامت باشید. حرف و پیام کلامتان میشنویم. پیام خاص ندارم، فقط یک تشکری خاص از کمپانی همراه موبایل که واقعا یک الگوی خاص برای تمام موبایل های سرتاسر افغانستان هستند و یک برنامه خاصی که شما را اسپانسر میکنه. بسیار زیاد تشکر. واقعا یک برنامه مثبت اندیش در سرتاسر جهان که ما تماشا میکنه و امیدوار هستم که برنامه در سرتاسر جهان و علاوه خصوص برای جوانان امروزی افغانستان که از مسائل دینی و مذهبیشان کم دورتر هستند بتونن این برنامه ان شاء الله که روان و ذهنشان روشن‌تر و روشن‌تر بسازه. بخیر سلامت باشین. وقتتون خوش. موفق باشین. بخیر باشین.